تجاوز نظامی ارتش روسیه به تبریز در اوایل قرن 20 که قوم حاکم یعنی فارس‌ها به دلایل سیاسی خیلی کم در موردش صحبت می‌کنند. در آذر ماه سال 1290 هجوم همه جانبه ارتش روسیه به تبریز محاصره شده آغاز شد. درست شبیه زمان عباس میرزا در سال 1206 که تبریز رو غارت می‌کردند، گروه سربازهای روسی وارد تبریز می‌شدند. اداره نظمیه، دژ ارک و امارت عالیقاپو تصرف شد و در خیابان‌های شهر رژه می‌رفتند. به ساختمان‌های غیر نظامی و حتی مردم عادی شلیک می‌کردند. وارد خانه‌های مردم شدند و به قول تاریخ نویسان به همه شلیک کردند. زن بی‌دفاع، کودک، نوزاد، حتی وارد حمام‌های عمومی شدند. از اوایل دی‌ماه موج جدید درگیری‌ها شروع شد. مبارزان مشروطه‌چی وارد عمل شدند و برخی از مناطق تصرف و اشغال شده شهر را آزاد کردند، از جمله ارک و عالیقاپو. حتی روس‌ها را از کاروانسرای محمدی هم بیرون کردند. ابری از دود بر فراز شهر ایجاد شده بود که تا 10 روز بر سر شهر چنبره زده بود. چند روز گذشت و نبرد شهری بین تبریزی‌ها و روس‌ها ادامه داشت و روس‌ها تا حد زیادی عقب نشینی کردند تا اینکه بریگارد 5 ارتش روسیه که اکثراً ارمنی بودند از ایروان اومد. ورق دوباره به نفع روسیه برگشت. مرحله جدیدی از جنگ و قتل عام مردم آذربایجان جنوبی آغاز شد. طرح نبرد ارامنه در بریگاد 5 فقط حمله توپخانه‌ای بود. توپخانه سنگین نامسلمانان ارمنی در ارتش روسیه از سپیده صبح تا نزدیکی غروب بدون توقف شهر تبریز را ویران کرد. کاملا بی هدف و به صورت گسترده همه سازه‌ها و بناهای تبریز زیر آتش سنگین توپخانه واندالیست‌های ارمنی در ارتش روسیه ویران شد. توپخانه آنها فقط به محله ارامنه آتش نگشود، حتی کنسولگری‌های کشورهای خارجی را هم با توپ‌های سنگین ویران کردند. سربازهای پیاده نظام هم در کوچه و خیابان‌ها راه می‌رفتند و بی هدف به همه جا شلیک می‌کردند. ارک و عالیقاپو را دوباره تصرف کردند، سپس دیوارهای قلعه ارک را تخریب کردند. یکی از تاریخ نویسان نوشته در شهر کسی نمانده بود که تا امروز غروب خود را در شمار زندگان محسوب داند. جهنمی که روس و ارمنی در آذربایجان جنوبی درست کرده بودند تا چهارشنبه 5 دی ادامه داشت. توی این روز شهر کاملا به دست روسیه افتاده بود. عده‌ای از مشاهیر تبریز، بزرگان مذهبی رفتند که با روس‌ها مذاکره کنند. شرط روس‌ها برای اینکه تسلیم شدن آذربایجان جنوبی را بپذیرند و آتش بس کنند این بود: 1. تمام کسانی که علیه روسیه دست به سلاح بردند باید اعدام شوند. 2. هر مکان و سنگری که از اونجا به نیروهای روسیه شلیک شده باید ویران شود. 3. بخشی از شهر و اطراف تلخرود باید کاملا تخریب شود. روس‌ها این شرایط را نگفتند که آذربایجانی‌ها قبول کنند. اینا رو گفتند که اجرا کنند. در تبریز کسی نمونده بود که بخواد مقابل اونها مقاومت کنه. سربازهای ارتش روسیه به بهونه یافتن سران مجاهدین تمام خانه‌های شهر را بازرسی کردند و از این فرصت استفاده کردند برای دزدی و غارت. چند روز بعد اعدام‌ها شروع شد. 9 دی 1290
مصادف با 10 محرم. خاک مقدس تبریز زیر چکمه‌های روس و ارمنی مجالی برای نفس کشیدن نداشت. جوخه‌های دار برپا شدند و تنها یک سوال بزرگ ذهن ما را آزار می‌دهد و آن این که این فارس‌ها کجا بودند در آن روزها؟ به کمک ما نیاید، بیاید از تمامیت ارضی به قول خودش، به ادعای خودش، کشورش ایران دفاع کند. آیا دست جمعی همگی با هم مرده بودید؟ در گورستان خاک شده بودید؟ این وطن پرست های فارس برای ما دم از وطن پرستی نزنید هیچ وقت. در 2 قرن گذشته که آذربایجان همواره با روس‌ها در جنگ و درگیری بود، یک فارس اینجا به کمک ما نیامده، نبوده، نیست. یک قبر یک شهید فارس در خاک آذربایجان جنوبی وجود ندارد. اگر قرار به ادعا کردن باشه، ما حق داریم به همه ایران ادعا داشته باشیم، چون در وجب به وجبش، در گوشه گوشش پدران ما رفتن و جنگیدن و خون دادن و حفظ کردن. فارس ها کجا جنگیدند؟ کدام مرز را نگه داشتند؟